خود رسیدیم. بالا مخلصانی که در ورزشگاه ایفسور قرار دارند بنهایت دستگیری خوب کردند برای فوتبالبازان تاجیک و اونها البته کمک کردند تا روحیه بازیگران نیمه برای غلبه بیشتر بشوند و این همون اصولی که البته در یورو 2016 دیده بودیم که تیم منتخب ایسلندیا چگونه با یک دستگیری تیم مخلصان این دسته جاری کرده بودند و بعدا در همه بازی‌های نه تنها فوتبال اروپا در تمام فوتبال جهان این چیز جاری شد، یعنی دستگیری مخلصان. دوستان عزیز، 3 گل در اجرای فوتبالبازان تاجیک که مؤلف آنها نوریدین داورونوف، پرویزجان عمرباєв و همچنین منوچهر جلیلوف شدند. غلبه دسته ما را تامین کرد و حالا در فرجام ما امکان داریم که البته تکرارا همین گل ها را مشاهده کنیم و از کارگردان هم اگر امکان داشته باشند خواهش میکنیم که همین گل ها را برای ما و شما نمایش بدن، چون ما گل دوم را ندیدیم. در حقیقت هم اونجا یک سبب تکنیکی بود، مخلصان فوتبال هم در نزد تلویزیون خود تماشا کردن نتوانستند. ما حالا فرصت داریم که گل دوم را هم ببینیم. این گل اول است که در قسم اول در اجرای نوریدین داورونوف زده شد و این گل در دقیقه 21 رقابت با قید گرفته شد که نوریدین داورونوف کاپیتان تیم ملی آن را به ثمر رسانید و همچنین گل پرویز عمرباєв از پنالتی که زده شد در دقیقه 60 رقابت و پرویز عمرباєв با مشکلی توپ را وارد توری دروازه کرد، چون که کیران کمار در زمان نپال سمت توپ را معین کرده بود و این حالت را میتوانست برگرداند. و گل سوم در اجرای منوچهر جلیلوف در دقیقه 87 3 دقیقه قبل از انجام بازی زده شد و این هم پس از اون بود که اسکندر جلیلوف را از پای افتانیدند. دوستان عزیز، گزارش مستقیم ما از ورزشگاه مرکزی شهر ایفسور به انجام میرسد. بازی دعوی 4 رقابت‌های گروهی و انتخابی جام آسیا 2019 بود. با شما بودم بابا خال مرازاده که طول 90 دقیقه این بازی را تماشا کردم. سپاس برای توجهتون و بازی نوبتی تیم ملی را حتما انتظار باشید.